بعد به بقیه گفت این فلانی مثل این که مال خودشه، این طلاها مال خودشه، حیفش میاد بفروشه. بابا مال بانک مرکزی، منم دارم دستور میدم عمل کن. اما آقای دکتر میدونی که بعدش چی میشه؟ بعدش هم مشکلاتی داره. 2 سال دیگه چیکار کنیم؟ این به ذخایر ته کشید مثلا. خب من با 2 سال دیگه چیکار دارم؟ مگه من چقدر دیگه از دورم مونده؟ انا رب الابل، من مال دوره خودمم. این بیان خیلی برای من عجیب بود. بعد نهایتا اصرار که شما حتما قیمت روز چیزو بذار، یعنی قیمت سکت رو بگو قیمت روز هرچی شد، و الانم بگو قطعی فروختم، من فروش قطعی بکن علل حسابی که میگیری. گفتم آقا ما 3 ماه دیگه نمیدونم من سکه چی میشه، که قیمت دلار نمیدونیم چی میشه. خیلی مقاومت کردم. آخر سر با آقای بازی گفتش که فلانی